خزانی شده، منظور که رنگش زرد شده، پارک زرنگار شهر کابل است. ما هم در پیاده روی پارک زرنگار اما تو با پیش میریم طرف فراره آب یا فواره آب. بعض ها دوستا فواره آب میگن، اما بعض ها فراره آب میگن دیگه، هر کدامش شما. طرف هم دست فروش ها هستن و بولانی فروش های طرف. یخ گرفته دوستان عزیز، ببینید زیر پای مادم اگه درست دقت کنین یخ گرفته، معلوم میشه نمیفهم یعنی مگم یخ گرفته وقت شد دیگه. سلام عزیزان دل، انشالله که خوب و سلامت باشین و زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، این پارک که زیبا را که میبینین که رنگش هم دیگه خزانی شده، منظور که رنگش زرد شده، پارک زرنگار شهر کابل است. ما هم در پیاده روی پارک زرنگار اما تو با پیش میریم طرف فراره آب یا فواره آب. بعض ها دوستا فواره آب میگن، اما بعض ها فراره آب میگن دیگه، هر کدامش شما میبینین همون استفاده کنید. مثلا دوستان عزیز لیسی عالی استقلال رو میبینیم که روز قبل هم لیسی غازی دادیم که بیروت از بهترین مکاتب افغانستان هستن. دو طرف دوستا عملیات حوزه دوم تعلیمی لیسی استقلال است. اگر شاگردان دوستان عزیز اگر اشتباه نکنم امتحان دارن و امتحان های فاینال یا اون سالانیشون دیگه شروع شده. طرف همون تو سلو با پیش میریم. هفته هم دیگه از طرف دست راست میتابه، اما در پشت درخت ها و بزرگی های پارک زرنگار پنهان میشه. اینجا که دست فروش ها هستن در هوای سرد کابل دوستان عزیز. این هم دیگه سیرایی الکی نگه اشتباه نکنم دامتر که الکی نمو سیرایی اما تو کشال است. و این طرف هم دوستان عزیز باش رفته و صبره میره طرف فروشگاه. ویدیو فروشگاه هم براتون حتما اپلود میکنم، منتظر ویدیو هم باشین. دیگه دور میخوریم دوباره طرف فواره آب ها و انار فروشی هاست. دوستان عزیز فصل انار هم کم کم تمام شده دوستان عزیز، بسیار کم مانده دیگه. دوباره با قیمت بالای خود میراب انارم یک گلاسش به 50 افغانی میرسه. بالا و برکت نو این طرف ما دوستان عزیز هتل سیرنای کابل هست که چندین بار گفتم، بازم میگم هتل فروخته شد، حتی نامش تغییر کرد. دوستان عزیز اینی مردمی که در سرک میشینن و اطفال پیششان نگاه میکنن که بسیلای هم خیرات خور هستن، اینیا بسیارشان از مجبوری نیست. چند وقت قبل
وزارت داخلی افغانستان 3 دان از اینا را گرفت، 3 تاشون را دستگیر کرد. در پیش از او 3 نفر تقریبا 700,000 افغانی اگر اشتباه نکنم پیدا شد، با جمله لاکت و گوشواره و دستبند طلا و کلیم موتر، اسناد و از این چیزا. دیگه بعد از او دوستان عزیز دیگه آدم بدگمان میشه. حالا که من میبینم اما واقعتش دل آدم حال نمیسوزه، چرا که میبینی حتی فساد هست که آدم حیران میمونه واقعا که بیچه قسمش دیگه. خب بازم به هر صورتش دوستان عزیز آدم کسی که ببینه که مستحق است ازم چهره میشناسه و کسی که ببینه که مستحق نیست ازم چهرهش معلوم میشه. دیگه تو میرین دوستان عزیز، ما هم به پیش از موضوعات بگذاریم. فواره هم دوستان عزیز خاموش است. این بار خاموش از زمستان شد، کم کم زمستان نشده، نوش خزان است تقریبا دیگه زمستان است. هوای زمستان است و هوا به یخ میزنه دیگه. فکر کنم شاید به اون خاطر مسدودش کرده باشن یا که پسانترها روشن میشه، دیگه ازش خبر ندارم. طرف هم دست فروش ها هستن و بولانی فروش های طرف. هفته یک زره یک نیک خوب صحیح اذیت میکنه دوستان عزیز. به این کزیجه بگذاریم اون طرف دوستا فواره ها به از نزدیک بینم. البته دوستان عزیز 4 راهی پشتونستان است و مردم به نام فواره ها و متامیانه یادش میکنن. در اصل 4 راهی پشتونستان است، اما قسم خودتان میبینین. اینجا از هیچ های سرسبزی هم هستن، از افراد سرسبزی دوستان عزیز. ببینید فکر کنم بند شده، چرک گرفته، پاکشان میکنه، یخ گرفته دوستان عزیز. ببینید زیر پای زمادم اگه درست دقت کنین یخ گرفته، معلوم میشه نمیفهم یعنی مگم یخ گرفته واقعا شد دیگه. هوا دیگه یخ زده پمپ نمیشه. ببین دوستان عزیز 4 راهی دور بزنیم. اینجا مردم زیاد میان به تفریح دیگه دوستان. به تفریح نمیان، خب میان اونطور گذرشان شد 1 دقیقه سادم میشن، یک هوا تازه میکنن و همچنان یک قطع عکس میگیرن. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همه تونه والله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.